سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و بینندگان محترم برنامه. میخوام به چند مورد که بعد از مصاحبه آقای پزشکیان با تاکر کارلسون، مجری معروف و مشهور و جمهوری‌خواه و نزدیک به جریان آقای دونالد ترامپ و کاملا ضد جنگ، آدم خودشیفته هرزه و واقعا انسان غیر قابل تحمل که نمیدونم روی چه حساب کتابی شرکاشون میان با این بشر وارد گفتگو و وارد حالا قراردادهایی میشن. هرچند که خب داستان یهود فرق میکنه. اونجا ببینید یک لابی قدرتمندی داره که اگر بخواد آقای ترامپ انگورد بیاد وسط یا تأخیر ایجاد بکنه به مانند بایدن، در 24 ساعت سری میان جلوی دوربینا وای میستن، تهدید میکنن، تهدید استیضاح میکنن. اینطور یعنی ببینید اینا پولی که خرج کردن سر وقتش هم از شما خواهند گرفت، با شما تعارف ندارن و با شما هم عقد اخوتی نبستن. جریان لابی صهیونیست وقتی میگه آقا پول میدم به شما، یعنی شما بایستی در برابر اقداماتی که به هر حال بر علیه سیاست‌های مورد نظر اسرائیل بوده باشه، شما رو واقعا تا آستانه بیچارگی میبرن و دیگه بعد از اون شما نمیتونید وارد کنگره بشید و نه کار دیگه. یعنی کاملا 80-85% بیشتر سیاست داخلی و حتی بگم شاید تا 60-70% سیاست خارجی آمریکایی ها آیپک نوشته میشه و رونوشتش در اختیار وزارت خارجه آقای روبینو هست. و میبینید که شما هر اقدامی که در منطقه صورت میگیره، حتی به غیر از ایران، با بقیه کشورها که در منطقه غرب آسیا و جنوب غرب، بلکه در مناطق حالا شمالی تر و سمت روسیه باشه و اوکراین باشه و خود ترکیه باشه، گرجستان باشه و کشورهای اتحادیه اروپا و در نهایت ناتو، حالا کشورهای شرقی باشه و همه کشورهایی که با این رابطه دارن، شما ببینید ارتباطش رو کاملا دستتون میاد. حالا ما با این دولت داریم بعد از اینکه از نظر میدان بر اینها حجمه وارد کردیم، فشار وارد کردیم و اینا پیشنهاد آتش بس رو دادن و دیدید که CNN وقتی که اعلام کرد ایران در علودید قطر یه هدف مهمی رو منهدم کرده و مقامات آمریکایی از همین دوربریان آقای ترامپ حتی تهدید به شکایت کردن که شما دارید جعلیات و مزخرف میبافید، میدید به دست مردم، دارید مردم رو نسبت به ارتش و یا نسبت به سیستم پدافندی ما بدبین میکنید. تازگی دوباره نشان دادن، یعنی تصاویر ماهواره نشان دادن که ایران یکی از این بگم حالا سیستم ردوم که از اون ارتباطی که از ماهواره میگه، همون که در تحلیل برنامه که در باره حمله به پایگاه العدید بود عنوان کردیم کاملا که چه بهره برداری های از این سامان اینو انجام میدادن و چقدر موفق بودن در این مسئله. ما ببینید بعد از اینکه آقای پزشکیان چنین صحبتایی داشتن، بعد از اون آقای ابتهی و جریانات وابسته به خودشون اومدن یه توییتی زد. ببین نوشته بعد از مقاومت جدی ایران در برابر اسرائیل و آمریکا، دقیقاً وقت مذاکره با آمریکایی است که فهمیده نیروی نظامی ایران شوخی نیست. خب قبلا باور نمی‌کردن. چرا؟ به زمانی که ما عین الاسد رو زدیم، از اون پهپاد بالای 200-300 میلیون کاملا پنهانکار زدیم، انداختیم رو آب‌های خلیج فارس. در دیپلماسی مکمل میدان است. تازه به این نتیجه رسیدن. بله، میگه بعد جنگ شرافتمندانه نظامیان و خون فرماندهان شهید بهترین پشتوانه گفتگوی قدرتمندانه است. روزهای اول که آقای پزشکیان این پاس رو فرستان، نه نتانیاهو قبول میکرد که ما دیگه اورانیوم داریم، نه ترامپ. خب ترامپ که نمیتونه خودش رو ضایع بکنه. بعد ما گفتیم که آقا این آقای تخت روانچی اومد یه چرندیاتی گفت که بعد آقای عراقچی هم دوباره این چرندیات رو کلا مکمل سازی کرد و آقای پزشکیان هم این چرندیات رو تبدیل به کلا گفتمان کرد دیگه. خب که همین مبحثی که میریم ازشون سوال بپرسیم، ببین اصلا برای چی به ایران حمله کردین؟ خب آقا نمیخواد برید شما پشت میز اینا رو بپرسید، از طریق وابستگان و فلانشون، از طریق همین سفارت سوئیس براشون پیامتون رو بفرستید و بگید رو چه حسابی ما حمله کردی شما. حالا کشوری که بهت حمله کرده میگه که رئیس دولت اون کشور میتواند خاورمیانه رو به صلح برسانه. چقدر ما بدبخت شدیم، شرمسار شدیم، اصلا شرمنده خودمون داریم میشیم. شما اوج شرمندگی رو میبینید. آدم
تا دیروز وقتی که خودش رو قدرت منطقه‌ای و هژمونی منطقه میدونست، با موضع‌گیری که بعد از مثلا آقای پزشکیان بعد از اینکه این موضع‌گیری‌ها رو کرد، آدم به خودش اجازه نمیده که فعلا خودش رو در اون حد بداند که هستا. اما دولت ضعیف، رئیس جمهور ضعیف باعث میشه که جنگ، سایه جنگ که هیچی، مثل تگرگ رو سرت بباره. سایه بدبختی‌های اقتصادی مثل همون بارش باران بدبختی رو سرت میباره. فقط یک وزیرش، فقط یه وزیرش کاری که در 45 سال قبل میزان تورم و افت پول ملیمون 45 سال طول کشید. شاید هم هنوز از اون 45 سال هم بیشتر اون عزیزانی که اقتصاد خوندن با سینا رو توضیح بدن که بابت یک سیاست غلط و فشل و از قبل امتحان شده و شکست خورده رو آوردن. این دفعه با ماسمالی کردن و بازی با کلمات چپوندن تو پاچه نخبگان و مردم رو راضی کردن. خلاصه اومد و کار رو انجام داد. در از 6 ماه تورم به میزان افت پول 40 اندی سالمون رو جبران کرد. یعنی رو دستش زد. آیه همت رو دست زد. امروز کجاست؟ آیا همت داره بازجویی میشه بابت این کارش، داره مجازات میشه؟ نه خیر، داره تازه اونایی که منتقد این سیاستش بود و این راهبردش بودن رو داره به سلابه میکشه و در مورد اینکه حقش ضایع شده در این کشور داره مطلب مینویسه. شما اجازه دادید که اینا بالای قانون وایسن، بالاتر از قانون وایسن و این ضعف دولت هست. دولتی که از همان ابتدا سرکش به بار بیاد و با کلمه وفاق شما رو سرتون رو شیره بماله که حرفم کاملا مخاطب خاص داره. مخاطب خاصش آقای گالیباف است. هم رزمانش بسیار زیبا گفتن. نظری پرسیدن از بنده خدایی، گفتن که گالیباف نظر شما به چه صورته؟ گفت آقا جان گالیباف عین روحانیه، فقط این کت و شلوار داره، اون پیامبرم پوشیده بود، با همین لباس هم داره علا برکت داره، میزد تو پاچه ملت. بعد از این اتفاقات بود که آقا جان اینم سند، این موزگیری های ضعیف و موزگیری هایی که بگه که آقا جان ما آماده مذاکره هستیم. آقا جان روی چی دارید میخواین روی چی میخواین مذاکره بکنیم؟ اگر در مورد اورانیوم هست که این بابا میگه که من زدم ترکوندم، خب ولش کن. اگر در مورد راهبرد هسته‌ای مون است و نمیدونم، اینم ما قرار شد که اصلا مجلس تصویب که راهبرد ابهام رو پیش ببریم، دکترین ابهام رو در مسئله هسته‌ای و نیروگاهامون پیش ببریم. پالس ضعف و پالس بیچارگی و از قبل تسلیم شدن رو وقتی نشان میدیم در تلویزیون آمریکا به امثال این آیه محترم یاد مباحث رو عنوان میکنه، شما با این مسئله روبرو میشید. اسرائیل کاتس وزیر جنگشون میگه یاوه‌گویی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دستمان به آیت الله خامنه‌ای و دیگر آیت الله های جمهوری اسلامی میرسد و در تهران، تبریز و هر کجا که بخواهیم اقدام میکنیم. این منظورم از تبریز همون مال امام جمعه محترم اردبیل حاجی آملی رو میگه که پدر صهیونیستای باکویی رو درآورده و جلوی اینا ایستادگی کرده. این منظورش اون بوده. ولی خب تهران منظورش آقای خامنه‌ای بود. این باعث میشه که یه همچین میگه من یه پروژه 60 روزه میخوام به ایران بدم که اگر اومد تسلیم آمریکا شد در موضوع چه چیزی تسلیم شدن در صنعتی موشکی منطقه همه چی تسلیم بشه باید تا 60 روز. اگر ایران و دولت آقای پزشکی نرود سمت تسلیم شدن، اسرائیل به سبک خودش میخواد این موضوع رو مثلا دوباره حل و پس بکنه. قبلتر گفته بود که اگر ایران دوباره اقدام بکنه به ساخت و یا گسترش مسئله هسته‌ای، بار دیگر ما به مانند قبل اقدام به انهدام این سازه‌های جدید خواهیم کرد. یعنی دقیقاً میخوان مدل لبنان، مدل سوریه اینا رو بر ما تحمیل بکنن. اینا همش برمیگرده به همان موضع‌گیری‌های ضعیفی که یه مصاحبه ازش در میاد. همین یه مصاحبه با جریان داخل ایکس یا توییت ادعی میان در این ذیل که بخوان مثلا تضعیف رهبری بکنند و اینا دیگه چیکار کنن؟ یا رهبر مورد نظرشون رو ببرن بالا، یا هم که انقدر فشلش بکنن در اون فاصله که رهبر درست حسابی نیاد، معنوی بدون قدرت، هیچ گونه قدرت سیاسی هم نداشته باشه. این رهبری به مثابه امروز و این مدل که خب حاکمیت ولایت فقیه رو ما در ایران داریم، به این مدل نه. پزشکیان در مورد حقوق بین الملل اینا صحبت میکرد. خیلی جالبه. سازمان ملل نتوانست یه بسته کیسه، اصلا یه کیسه برنج با اراده خودش ببره اونجا برای مردم غزه. نتوانست. شورای امنیت نتوانست. یعنی کلا فشله. امروز حقوق بین الملل رو بریز تو آب. روابط بین الملل بری فقط یاد بگیری مسئله خوبیه، اما بخوای جواب بگیری در دنیا نمیتونیم. روز روشن آمریکا، اسرائیل علنا حمله کردن به زیرساخت کشور، به تمامیت کشور. شورای امنیت نتوانست اینو محکوم بکنه. سازمان ملل به اجماع نرسه محکوم بکنن اقدام
بر علیه تمامیت ارضی کشور ما تجاوز کردن به کشور ما که حمله نکردیم. ما به هیچ کشور، اصلا رئیس جمهور ما که میگه ما رو آدم حساب بکنید، خب این که اصلا این بدبخت که این توان حمله رو نداره، قدرتش رو نداره، اصلا نمیتونه تصور بکنه آدم بدبخت بیچاره ترسوه که شانس بد ما ننگ آورترین تاریخ ما رو به گند کشید دیگه. این دولت 14 باعث ننگ عصر ما در تاریخ خواهد ماند و که اینجا باعث مردم بیاد وسط، نگذارن اینا در داخل سیستم به آنچه که آرزوشون رو میبرن برسن. اون وقت ببینید عزیزان، فردای بدون حاکمیت ولایت فقیه دقیقاً بمانند این خواهد بود که تجزیه های ایران هم صورت خواهد گرفت، عادی سازی ایران هم با اسرائیل صورت خواهد گرفت. اگر کار به اینجا برسه ما میشویم دوران اوائل مثلا حکومت محمد جولانی، تمام زیر ساختمان رو بمباران خواهد کرد، فقط و فقط به این بهانه که شما نبایستی قدرت داشته باشی که فردا رو من مثلا شاخ و شونه بکشی. کافیست فقط ما پالس عادی سازی و کنار گذاشتن دشمنی ها و عادی سازی با یهودهای صهیونیسم رو عنوان بکنیم که این متأسفانه در داخل کشور عده‌ای رو این مسئله دارن کار میکنن که هیچ سناریو دارن و این سناریو رو هم دارن به صورت نرم دارن پیش میبرن. و اینجا من میخوام گریزی بزنم به صحبت‌های کواکبیان که یک موقعی هم بگم رئیس جبهه اصلاحات که خلاصه از خط این اصلاح طلبا که برگشت یه حرف چرت و چرندی زد، گفت که نمیدونم این کاترین شکتوم، این روزنامه‌نگار، حالا جاسوس روزنامه‌نگار که سرتاش نمیدونم چقدر مون در ایران، گفت که با 120 نفرم همخوابی داشت از مسئولین رده بالا. یعنی کلا همه فاسد. ما 120 مسئول رده بالا نداریم در کشور، حتی بگیم از بیام یه پله پایین‌تر از اونها هم باز همه فاسد. یعنی هر کی رو که میدیدی همه‌شون با این خانم شکتوم همخوابگی کرده، از حسن روحانی جواد 120 نفر دیگه. اما اینجا میترسم یه آدرس غلطی داده بشه، هم از دستگیری افغان‌های عزیز که بعضی دارن بی لطفی و بی مهری میشه وقتی اونور فرستاده میشه، اینا قرار نیست برون، اونایی که مورد دارن، اونایی که کسانی که خودش در ایران متولد شده که این آقا این درست نیست که اینا رو، این بچه‌ای که در ایران متولد شده اصلا با فرهنگ ایرانی و با جو ایرانی و شهر خودش یا اون شهر که هر کجا به دنیا آمده بزرگ شده، ما حق ندارید اینا رو که سرمایه هستن برخیشون برای کشور ما. شما دارید زیر ساختای کشورمون رو از نظر نیروی انسانی دارید تضعیف میکنید. اینجا داره یه اتفاقات مهمی میفته آقایون، حتما در این مورد کنشگری بکنید. اجازه ندید که اون افغانی‌های عزیز ما که کارت دارن، به قول اصالت دارن، ملت میشن آقا، دارن کم مونده 50 تا طرف استشهادیه محلی بیاره که آقا من مشکلی ندارم، این محل ما همه تایید کرده، از امام جمعه بود نمیدونم از آخوند محله فرستادم با بقیه مهاجرین رفته تو اون سمت، مثلا چند نفر، یه مورد نه 10 مورد. خب این آدرس‌های غلطی هستن که آقا به خاطر نفوذ ما هست. کلا 2.5% 100% نفوذیایی که گرفتن مال افغانستان بود. 2.5% یعنی 97% کجا؟ 97% بعدی کیان؟ خانم کاترین شکتوم که میاد در این اوضاع وسط اسامی افراد و دانشمندان رو و حتی آدرس هاشون رو داده مثلا به اسرائیل. ویدیو کلیپی که یکی از عزیزان سایبری ضبط کرده و گفته که آقا جان اگر یک مأمور 8200 یه خورده اوسینت بلد باشه و سرچ و جستجو بلد باشه، میتونه راحت یا خالدون دانشمندانمون رو هم در بیاره، چه برسه به شناسایی. و خودش این کار رو انجام میده. دانشمند شهید بزرگوارمون رو در آورد زمانی که روز جمعه آقای سلامی 1.5 ساعت تماس میگه با جبلی، اعلام میکنه که داره جنگ میشه، حواستون جمع باشه. رسانه ملی حواسش جمع باشه. ساعت 3 ترور میشن ایشون. ساعت 3 کجا ترور میشه؟ کسی که زنگ میزنه به جبلی میگه آقا داره حمله میشه، یعنی در اتاق جنگ و عملیاته. حالا اینو کی زده؟ چطور تون فهمیدن کدوم ساختمان اتاق عملیات هست؟ جای بحثه. این مهم، این سرپل ها مهم آقا، اینجا باید دقت بشه. ساعت 3 شاید سلامی رو زدن، ساعت 5 حاجی زاده رو زدن. چرا این تأخیر؟ به خاطر یک نفر که بشن 9 نفر، مثلا بشن اون 9 بیاد بشن 10 نفر که اون یه نفر میاد عملیات. این کیه که میفهمه اون یه نفر هنوز نیومده؟ ببین من بحث خیلی خیلی جدی‌تر از اون حرفایی هست که بگن آقا کاترین شکتوم اون علیرضا اکبر، اونایی که دم دست دارن عکس میگیرن لوکیشن میگیرن، اینا دم دستن. همین روزهای جنگ اینا رو پیدا کردن، برخیاشون رو، زیادشون، اکثریتشون رو، یعنی بقیه خودشون پیام دادن به اینا که ما میخوایم کاری انجام بدیم، گرفتن. حالا از اینا میتونن مستنداتشون رو نگاه کنن، در سرچ بکنید ببینید، خودشون اعلام کردن ما میخوایم یه کاری بکنیم، جنگ شده دیگه.
تحت تاثیر رسانه‌های غربی یا تحت تاثیر اطرافیان و ماهواره و حالا هر اسرائیلی، افسر اسرائیلی در همون 2-3 روز بعد جنگ اعلام کرده بود که ما اقداماتی رو انجام دادیم که فرماندهان رو بکشانیم در دفاتر و اتاق عملیات و جنگ یا جلسه‌شون، که اونا رو همش یک جا مورد هدف قرار بدیم. خب مشخصه اگر یه اتفاق امنیتی بیفته یا یک تحرکاتی در رادار ببینن معذب هستن. خب فرماندهان هوا و فضا که اولین نیروی درگیری شونده خواهند بود، خب مستلزم این است که یک جلسه‌ای بذارن. یعنی آیه حاجی زاده اینا که خب با خانواده اینا شهید نشدن یا شیخیان و بقیه نیروهایی که شهید شدن و کلا فرماندهی‌های رسته اکثر عملیاتی هوا و فضا بودن که همشون شهید شدن. و ببینید شما که ما چه قدرتی داریم در این سیستم نظامی و حاکمیتمون که ما اقدام به پاسخ، اونم با سطح بالای موشکی 150 تا، و این فرماندهی‌ها چگونه اومدن. اصلا یکی از چیزایی که شگفت انگیز بود، به جا خوردن اکثر این تحلیلگران و آنالیزورها و استراتژیستای هم نظامی و هم سیاسیشون سر همین آماده بودن یگانها و آماده بودن یگانهای موشکی. خیلی حرفه. هر کشور دیگه می بود ارتش اصلا چپ چلاق میشد، اونجا تا جانشین فرمانده توی شوک میرفت که در یک عملیات در یک جا همه فرماندهان رو هدف قرار بدن. خب اتفاق کمیه، اما ما ایرانی ها حداقل در دوره انقلاب از این اتفاقات و از این بلایا سر ما خیلی آمده و بعدش هم آدرس غلط ندن. ما باعث اون سرپل هایی که منتظر میشه که حاجی زاده 2 ساعت بعد ترور بشه، که اون فرد نهمی مثلا در اون قسمت فرمان اونم برسه تو جلسه، اونو بایستی پیدا کرد. این اطلاعات از داخل نیروی هوا فضا داده شده و اونم کم آدمی نمیتواند باشد. یعنی نفوذ اساسی در رده های بالاتر، بالا دست. وقتی که همین آیه نتانیاهو میگه که ما دستانمان تا مثلا بیت خامنه ای هم دراز هست، به حالا لفظ ایشون، یا به درون دفاتر همین نظامیان تا اونجا دستمون درازه، یعنی میتونیم بریم و در داخل دفترش بزنیم. بله، بعد از عملیات این جدیدا این حرفو زد. یعنی میگه یعنی دوباره ما اگر عملیاتی صورت بگیرد ما دوباره این اقدام رو میکنیم. بله، من 50% این مباحث ماهواره‌ای و اینترنتی اوکیه، ولی خب ما نیروهای نظامیمون مثل سیاسی و حتی بگیم شاید دانشمندان هسته شاید مراعات نکنن، ولی نظامی ها بله. میگه مثلا به این سادگی هنوز این اطلاعات نیومده بیرون، ما هم داریم حدسیاتمون رو میزنیم. یعنی اینا همش حدسه، همش تحلیله. اما چیزی که اتفاق افتاده رو بله این ایشون میدونستن که داره جنگ میشه. بنابراین اینای کواکبیان هم نبایستی اجازه بدید که آدرس غلط بده. این آدرس غلط ها تماما باعث میشه که ما از سرپل ها حواسمون پرت بشه و نتوانیم متمرکز بشیم روی نقطه اصلی و اینا همانطور سر جاشون بمانن، تازه ترفیع و ارتقاء رتبه هم بگیرن، ترفیع درجه بگیرن و در آینده و در اقدام بعدی ضربه کاری‌تر بزنن. و ما بایستی اطلاعات سپاه ما و وزارت اطلاعات هر کدوم در لایه‌های که زیر نظر و نظارت اینا هست فعالیت بکنن، برن و این هسته ها رو بکشن بیرون تا این نفوذی ها از داخل سیستم نیاد بیرون. کشور در هر عملیات دیگر ما چنین وضعیتی خواهیم داشت. ما دیگه دستمون اینقدر دیگه پر نیست سپهبد تحویل بدیم به کشور، یعنی سپهبد شهید تحویل بدیم. و امروز نیرویی که در فرماندهی نظامی ما قرار گرفته اکثرا به صورت آفندی و کاملا جدی و جنگی هست. این مهمه. تصویری هم از این نفوذی‌های اینا که دارن خیلی ادعاشون میشه بفهم. اکثر نمیدونم این اصلاحات چی داره، کسانی که از مامانشون قهر میکنن میرن در آمریکا با رضا پالانی و اینا فرح دیبا عکس میگیرن، عکس سلفی میگیرن و داستانای خودشون. همه اینا مثلا یک زمانی دوربر آقای خاتمی بودن و خبرنگاران اصلاح طلب و هستن دیگه. فعالیت اولیگارش هم فراموش نشود. این دولت اولیگارش هست. اصلا چند تا خانواده‌ن رگ اقتصاد ایران رو به دست گرفتن و مثل زالو دارن میمکن. در واقع منابعی که بایستی در اختیار مردم عزیز قرار میگرفت در اختیار این کیف و جامعه اولیگارشه و این جامعه اولیگارش از کشور حذف نشود، از مناسبت‌های کشوری حذف نشود، کشور وضعیتش از این هم که هست بدتر. و همین جامعه اولیگارش هست که به دنبال در واقع واتیکانیزه کردن رهبری و تبدیل کردن به یک رهبر معنوی که هیچ گونه قدرت سیاسی نداشته باشه و بشه فرمانده کل گواه خود رئیس جمهور باشه و هر اختیاری که داره بره تسلیم بشه، بره هر کاری که
بره هسته‌ای رو بده دیگه، آقا بالا سرشون نباشه. و اینا هم به سیستم جهانی شدن و جهان وطنی صهیونیست‌ها وابستن. مثلا اولیگارش وابسته به صهیونیسم. اینا شبه صهیونیست‌های داخلی ما هستن، اینا صهیونیست‌های ایرانیمون هستن که به نام اولیگارش معروف. حالا اگر دوست داشتید نام اینا رو صهیونیسم ایرانی میذاریم، یا هم به اولیگارش ایرانی از قدیم الایام، از زمان یونان این کلمه رو به اینا منتسب کردن. کسانی که میتوانن از اون روابط خودشون، روابط خاصشون میتوانن خب رانت و بقیه منابعی که افراد عادی و مدیران میان حتی رده‌ای و حتی مدیران بالادستی هم بعضا نمیتونن رانت‌ها و اختیارات برخوردار بشن و شما کافی است که بعد یکی از اقوامت در اون مناصب بالاتر باشه و شما میتوانید تبدیل به یک اولیگارش بشید و از طریق این افراد منابع خودتون رو تجمیع بکنید و بعد بیاین بر علیه کشور و بر علیه حاکمیت کشور هم اقدام بکنید. امروز ایران میخواد برس تسلیم بشه و تحریم ها برداشته بشه. کی میخواد؟ دولت میخواد. سطح کشور بروید بین مردم. اگر امروز مردم و یا همون خود رای دهنده های پزشکی، کسانی که به این رای دادن، خود مذاکره رای دادن، امروز همه مخالف مذاکره. عقل سالم در بدن سالم. خب اینا وقتی این دارن در مورد مذاکره صحبت میکنن یعنی یه اتفاقی، یه مشکلی دارن. یه مشکلش همون مسئله اولیگارشه. یعنی خود آیه به نظرم پزشکیان هم زیر چند تا تفکر و یا بگم شخصیت اولیگارش داره کنترل میشه و اقدام میکنه. این دروغ گفت که من طبق منویات رهبری پیش میرم. ایشون طبق منویات اولیگارشایی که منافعشون در تسلیم شدن ایران هست، چون که پولاشون در خارج و ارتباطات سنگینی هم با صهیونیسم بین المللی و عوامل اونها هم در داخل اینا هستن. و به نظر منم این کودتای نرمی که صحبت میشه از این جریان آب میتونه بخوره، کودتای نرمی که بر علیه حاکمیت میخواست صورت بپذیرد که یا کودتای حذف رهبری بشه نرم و یا اینکه کلا براندازی و تجزیه. در حالت کودتای نرم و حذف رهبری هم تجزیه اتفاق خواهد افتاد. اصلا شما شک نکنید ایران قدرتمند به درد صهیونیسم بین الملل نخواهد خورد. همان نقشه و چهره جدید خاورمیانه رو همین اولیگارش پروندهش در اختیار اولیگارش داخلی است. حواسمون به این افراد باشن و اینایی که دارن تو رسانه‌ها میچرخن 50-60% همون وابسته به همون اولیگارش های داخلی ما هستن. اجازه ندید مردم تا وسط نیاد. دولت در اختیار ایناست، قدرت در اختیار ایناست و میتونه کشور رو و انقلاب رو به نابودی بکشونه. قربون شما. امیدوارم برنامه مورد تایید بوده باشه. حتما برنامه خودتون رو لایک، سابسکرایب، کامنت فراموش نشه. حمایت مالی هم که حتما فراموش نشود و باز انتقاد و پیشنهادم بود و در خدمت شما عزیزان هستیم. به برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا خدا.